هاشم آقا دارم میگیرم، بگو سلامتی بچهای زرخار. دید جان نبود تو بخوای بری عرق بخوری هم کس؟ الان کاری عرق خوری مگه؟ برو جلو بندی درست بکن. من چرا یه فیلم ازت بگیرم وقتی داری عرق میخوری؟ هاشم تو آرامش نداری. تو اینقدر عرق ریختی، اینقدر آبالبالو کردی روش، با اون نسبتش اشتباهه. او برعکس با هم میریختی. چه کردی؟ با اووردوز میکنی اونو بخوری. داش کسی که خانومش ایشانه باید نمیجوره عرق بخوره. این حتما این خانم الان من میدونم این چه بلایی سری هاشم بنده خودم. هاشم بابام بیا برو تو خانه دام ویل بکنی. قهرمان بازی بذار کنار پیک عرق گرفتی دستت، الان پلیس میاد بالای سرت، تو نمیبره، زنت نمیبره، همه خاندانو نمیبره، میناز زندان. ولش بکن برادر. هاشم برای چجوری اینقدر اعتماد به این خانم داری؟ کدام کلیپ؟ یه دانه کلیپ دانه به من نشون بده که تو جان سالم به در بردی. چرا تو درس عقد نمیگیری؟ برای چی میای بعد این خانم گوش میدی؟ این میخواد دهنت از سرویس بکنه، چرا نمیفهمی؟ شاید دفعه فرق کرد. تو اینجا سالم بوده در عجیبت هم تا الان عجیبت. در عجابی شاک هستم. تو چه؟ شاک. جمعش کن جمعش کن. ای ریدم به روح چنی بشه گفتم بیا برو بتپ تو خانه دان ای غلطا بکن. تو به قدری ریده باشن تو شانست تا پیگاور میداری پلیس باید مستقیم بالای سرت. فکر کنم این زنش لوش داده. هم درست فکر می‌کردی. این خانم به خاطر که اگه ببین تو از جر ندار سرت نخورده. اگه اینجوری ای آقا دوستان عزیز ما می‌خوایم سکای هاشم رو جمع بکنیم. کسی در توانست است کمک بکنید بنده خدا رو دست این در بیاریم. آقا خود ما سالم به در نمیبره. خود ما میدیم. خانم شما تو کار اسپری تبلیغ اسپری ما برای تبلیغات انجام میدیم هاشم آورد. گناه داره بابا اسیر گیر نآوردی خب.